پروتئین وی یا وی پروتئین چه تأثیری رو کبد چرب داره؟ وی پروتئین رو از شیر میگیرم، سرشار از اسیدهای آمینه ضروری. یادتون باشه این همون کشکی که قبلا میخورد. مصرف این پروتئین باعث افزایش سوخت‌وساز بدن میشه و به کبد کمک میکنه تا چربیاشو بهتر بسوزونه. یه مطالعه جالب نشون داده مصرف روزانه 60 گرم وی پروتئین به مدت 4 هفته 20% چربی کبد رو کاهش داده. بهترین زمان مصرفش که بعد از ورزش، یا اگه ورزش نمی‌کنید صبح‌ها با صبحونه یا بین وعده غذاییتون. برای افراد مبتلا به کبد چرب توصیه میشه روزانه بین 20 تا 30 گرم استفاده کنن. این پروتئین رو با آب یا شیر پرچرب مخلوط کنید. با آب میوه خیر، چون قند زیاد میتونه اثر مثبتش رو کم کنه. یادتون باشه وی پروتئین جایگزین درمان اصلی کبد چرب نیست. رژیم غذایی سالم، ورزش منظم، کاهش وزن هنوز مهمترین راههای مقابله با کبد چربن. وی پروتئین فقط یک کمک کننده خوب. برخلاف باور عموم، وی پروتئین فقط مال ورزشکارا نیست. هر کسی که میخواد سلامت کبدش رو بهبود بده یا یه مقدار عضله بسازه و پروتئین خوب بگیره میتونه ازش استفاده کنه. کم کم از مقدار کم شروع کنید و به تدریج افزایش بدید که اگه بدنتون واکنش نشون داد متوجهش بشید. و یادتون باشه قبل از مصرف حتما با پزشکتون مشورت کنید.